آقا این مکس خیلی بزرگ شده، هم هیکل مامانش شده ولی همچنان داره شیر میخوره. نگاه چه صدایی هم خودش در میاره. مامان فداکار رو ببینید، به این پسر بزرگش همچنان داره شیر میده. دستش هم اینجوری فشار میده، نگاه اینجوری باعث میشه اون شیرها بهتر میاد. به چقدر بزرگ شده دیگه، تقریبا اندازه مامانش، ولی همچنان خیلی شیر مامانش رو دوست داره. ولی مثلا اگه درصد بدم 20% تغذیه مکس شیر مادره دیگه، 80% غذای خارجیه دیگه. باید کم کم از شیر بگیرش لونو، ولی همچنان که داره مصرف میکنه دیگه کم کم داره سوء مصرف میکنه. پسر بسه. البته مامانش مثل اون زمان 2 ساعت اینجوری دراز نمیکشه این شیر بخوره، 5 دقیقه دراز میکشه دیگه بلند میشه میره که این زیاد نخوره، که ما هی بهش مکمل میدیم فلان. ولی این پسر همه رو میخوره، این پسر خوشگل همه رو میخوره، قرقرم میکنه. ببین چه آرامشی داره بغل مامانش.